درود به همگی. این مدل دوربینای ثبت وقایع رو میخوام نسخش رو بهتون نشون بدم. این چقدر راحت هستش. این پشتش حالت گیره مانند داره که داخل اینم 2 تا بند داره. این بندا به این شکل میفته پشت این و داخل آینه قرار میگیره، یعنی میخوره میفته روی آینه. یا از شما نگاه کن، داخلش که فندکی هستش ما در میاریم این فندکی رو. این فندکی به فندکی خود ماشین میخوره. اگه روشی هم ما میتونیم برق مستقیما بدیم. بعد اینجا سوکت داره که میخوره داخل همین. به این شکل آینه فعال میشه، این LCD فعال میشه. این داره جلو رو نشون میده. خب اینم یه فهرست یا همون منوی داره که ما از اینجا میتونیم تمام امکانات این دوربین رو نگاه بکنیم. یعنی مثلا زده رزولوشن HD باشه یا فول HD. من حالا فول HD رو انتخاب کردم. یا اینکه مثلا میتونیم با این دوربین عکس هم بگیریم. میخواید زده ایمیج کوالیتی، کیفیت دوربین رو چی باشه و حالا تمام امکاناتی که این میتونه بده. یا حالت مثلا میکروفونش رو شما تو اینجا میتونید فعال بکنید یا فعال نکنید. زمانی که ماشینتون پارکه، ماشینتون خاموش هستش، مثلا یه تقی میخوره به این ماشینتون، دوربین تا چند ثانیه فیلم برداری میکنه. آیا این کار انجام بده یا این کار انجام نده. تمام اینها امکاناتی هستش که این دوربین به شما میده. خب ما برمیگردیم به این روی حالت دوربینش. حالا بخوام یک مقدارم با این دوربین حرکت بکنیم، دوربینش هم کاملا قابل تنظیم هستش. این زمانی که ما خود فیلم رو نگاه میکنیم خیلی کیفیتش بالاتره. من پستم با دقیقا با همین دوربینه براتون ضبط کردم. خب میرسیم به این یکی دوربینش. ما این یه دوربین مجزا، این دوربین دوم هم داره. به دوربین دومش هم خیلی راحت بس میشه به این پورت بالای آینه. این هم به این شکل حالت نری مادگی داره. خب تموم شده رفتش. این تقریبا خودش اگه درست بگم 5 متر هم سیم داره. خب این الان نگاه بکنید شما، این بالا رو نشون میده. من حالا ما میتونیم با این حالتاش رو انتخاب بکنیم. ببین این یکی دوربین هستش. من میتونم حالا قسمت مختلف ماشین بگیرم که شما ببینید. مثلا من میتونم جلو رو بگیرم. هر قسمتی ما میتونیم دوربین داخل ماشین حتی کار بذاریم. هر جایی که دلمون بخواد میتونیم برای دوربین دندقب کار بذاریم. و چند تا حالت هم داره. میتونه هم دوربین جلو نشون بده، هم دوربین عقب نشون بده. دوربین جلو که سالم هست، این دست من هستش که قابل تنظیم شدن هم هستش. حالا هر سمت بخوام میگیره. اینم دوربین عقب هستش، همون دوربین مجزاش به این شکل. یعنی ما هر طرفو که بخوایم به این شکل تنظیم می‌کنیم که این آینه بگیره. نصبش بسیار راحته.